هر کدوم از این ماشینا مال کدوم کشورن؟ برید کارش. با کشور آلمان شروع میکنیم. برندهای پورش، بی ام و، آودی، مرسدس بنز و فولکس واگن همشون مال آلمانن. برندهای فورد، کادیلاک، شورولت، دوج، تسلا و جیپ همشون مال کشور آمریکان. اما کشور ایتالیا برندهای فراری، لامبورگینی، مازراتی، فیات، آلفا رومئو و پاگانی همشون مال ایتالیان، خیلی هم خفنن. کشور انگلستان برندهای بنتلی، مکلارن، جگوار، لند روور، استون مارتین و رولز رویس همشون مال انگلیسن که خیلی با کلاسن. ماشینای بوگاتی، پژو، رنو و سیتروئن هم مال کشور فرانسه. کشور عربستان هم یه برند خیلی مطرحی داره به اسم هم که اینجاست. بعدی کره جنوبی برندهای کیا، هیوندا، سانگیونگ و جنسیس. کشور ژاپن برندهای هوندا، سوزوکی، سوبارو، مازدا، نیسان، میتسوبیشی و تویوتا. دست خوش. و در نهایت سلاطین خودروسازی جهان، سایپا و ایران خودرو هم که مال ایران هستن.